سال روان از روز غلبه در جنگ بزرگ وطنی 80 سال سپری می‌گردد. امروز در باغ غلبه شهر دوشنبه گذشت نظامی برگزار می‌گردد. در این گذشت نظامی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شرکت و سخنرانی می‌کند. گذشت نظامی با صدا دادن سرود ملی تاجیکستان آغاز یافت. در این چاره‌بینی با شمول رئیس جمهور از هیئت حکومت تا سفیران کشورهای گوناگون، افسران و سربازان و نمایندگان سابقه‌داران جنگ و مهنت شرکت کردند. جشن غلبه امسال به حضور خود اشتراکچیان جنگ گذشت. حالا 17 تن آنها در تاجیکستان زنده هستند. سالی اکثرشان از 100 گذشته است و توان شرکت در چاره‌بینی را ندارند. با نام نیک و خدمت آنهایی را که از جنگ بر نگشتند هرگز فراموش نمی‌کنیم. امامعلی رحمان در سخنرانی خود بخشیده به این روز فداکاری مردم تاجیک در جنگ بزرگ وطنی را اشاره کرده سهم آنها را در پیروزی بر فاشیسم مهم خواند. مردم ما در حالی که خودشان گرسنه بودند و میدان جنگ غله و آذوقه‌واری سر لباس و مبلغ می‌فرستادند. همچنین سالهای جنگ زیاده از 100,000 نفر اساساً زنان و کودکان از منطقه‌های گوناگون جنگ زده به تاجیکستان کوچانیده شدند و جمهوری ما برای آنها خانه دوم گردید. سرور دولت در ادامه برای پاس خاطر افسران و سربازان و آنهایی که جان خود را در جنگ بزرگ وطنی نثار کرده اند در نزد آتش جاویدان گلچنبر گذاشت. بعد گلچنبرگذاری با شرکت تقریباً 4500 خدمتچیان حربی گذشت نظامی برگزار شد. در آن هیئت افسران و سربازان وزارت‌های مدافعه، کارهای داخلی و عدلیه، کشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی، گواردیای ملی، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان شرکت کردند. یادرس می‌شویم که از تاجیکستان به جبهه‌های جنگ بزرگ وطنی حدود 300,000 نفر سفربر شده، 92,000 آنها هلاک و بی‌نام و نشان شدند. برای پاس خاطر قربانیان جنگ همه ساله در کشور 9 مای همچون روز غلبه تجلیل می‌گردد. مهرآفرین نجیبی، آسیا پلیوس.